او گندش بزنن پلیسا، حتما میخوان ازم تست الکل بگیرن. امکان نداره زیر حد مجاز باشم، مگر اینکه مشکلی پیش اومده قربان؟ بله من متوجه شدم که شما داری با بی احتیاطی رانندگی میکنی و من باید ازت تست الکل بگیرم رفیق. برای این کار به تنفس طولانی مدت نیازه. 1 دقیقه نفس بکش. خب برو. ادامه بده، ادامه بده، دیگه آخراشه. خب کافیه. 0. بذار این نگاهی بهش بندازم. خب شما در حد مجاز هستید. تست الکلتون به خوبی انجام شد. شما میتونید به راهتون ادامه بدید. مراقب خودت باش.